روزنامه جنگ جهانی اول شروع شد. جنگ جهانی اول در راه بود. روزنامه کارت معافیت احتمال وقوع حمله متفقین ببره. روزنامه بخواه. چه خبره؟ جنگ ها جنگ بود. یه دانه بده. و گفتی به برره حمله کردن؟ ها به برره حمله کردن. یه دونم بدن، یه دونم به ما بدن. یکی بده من، یه دونه بده من. یکی نوبت من بید. جنگ بد شده. چه خبر میدن؟ داینا خود بده بخوریم. بخوایم بریم جنگ. گوش نکنید ساکت. همین روز است که ورزن تو برره سرباز بگیرن. حواستون جمع کنید ها. هفته حسابی حرفایی میزنی ها. میگن ریختن تمام خاک شرره رو با خاک یکسون کردن. دارم میان طرف برره. خب اینا رو چرا آورد اینجا؟ ببرین بذارین تای انبار علوفه اینا رو. سردار خب اونجا بو بگیره. حوصله داری خانم؟ تا یه مدت دیگه بوی جنازه همه این برره رو میگیره. همین شرره ها میگن قطعی اومده، همه از زور گرسنگی دارن پاره آجر و سنگ و کلوخ میخورن. خاک و چوک راست بگویی سردار خان. پس دروغ میگم. همه این چیزا رو من از خودم که در نمیام، تو روزنامه نوشته بود. پسر تو کجا هستی؟ مردم دارن دورور برره رو گودال بکنن. مردم دارن دورور برره گودال میکنن. وقت تو اونجا چیکار میکردی؟ من اونجا داشتم پول بگرفتم. پول میگرفتی؟ جان نثار اون گونی رو برده بیار. الان میری تو این گونی میندازم تو گونی که دیگه نبرنت جنگ. چیکار بخوایی بکنی سردار خان؟ کارایی بکنی ها؟ خانوم این اگر اونجا بره پول جمع بکنه اون وقت متفقین نه تنها پول بهش نمیدن، با سرنیزه میکنن تو شکمش. نه من نمیخوام برم تو گونی. پاشین کمک کن. نه من نمیخوام برم تو گونی. من بخوام برم دفاع کنم از برره. تو نمیخوای از برره دفاع کنی. من نمیخوام برم. تو نمیخوای از برره دفاع کنی. تو میخوای بری از متفقین پول بگیری. کی بود؟ حرص خورم. ای بابا از خر شیطون پیاده باش. جنگ این حرفا سرش نباشه. برید بابا برید. این جنگ که این حرفا سرش نباشه. بیا برو تو تنور قایم باشو. چطوری قایم کنم که اصلا عقل جن نبرسه. بابا من کارت معافی معتبر بیدم.